سلام بچه ها، خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل خودتون. من امروز اومدم که بهتون آموزش بدم چطوری وقتی که میخواین سکای همسترتون تبدیل به توکن شد، وقتی که میخواین وارد کیف پولش کنین، چطوری اون مالیاتی که قراره با تون پرداخت کنید با همون توکن های همسترتون پرداخت کنید. در واقع یعنی مالیات رو دورش بزنید، نخواین مالیات یه پولی پرداخت کنین بابت مالیات، با همون سکای همسترتون بزنید. خب وقت رو زیاد تلف نمی کنیم، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، ما دو تا برنامه نیاز داریم. البته یکیش نیاز داریم، ما مایتون ولت رو نیاز داریم که با تون کیپر هم میتونید این کار رو انجام بدید، ولی تون کیپر باید ارز تون رو داشته باشید تا بتونید مالیات رو پرداخت کنید. ولی مایتون ولت که میشه این برنامه نیازی به ارز تون نداره و همون با توکن های همستر. الان یادتون میدم که چطوری بتونید مالیات رو در واقع دور بزنید. خب وقتی که وارد برنامه مایتون ولت میشین، با این گزینه، با این صفحه شما روبرو نمیشید. شما با یک صفحه دیگه مواجه میشید که میگه یک اکانت بسازید که بتونید در واقع وارد مایتون ولت بشید. خب ما یه اکانت جدید مثلا میسازیم، با این صفحه مواجه میشید در واقع که میگه یا کریت ولت بزنید یا همون 24 تا حروفی که در واقع در جلوتر بهتون میگم چی هست رو که خیلی مهمه باید داشته باشید، بزنید و کیف پول قبلیتون رو برگردونید. که ما کریت ولت میزنیم، فعلا میریم جلوتر. اینجا از ما یه رمز میخواد که داشته باشیم، بذاریم روی مایتون ولتمون که زیاد چیز مهمی نیستش. من قبلا اثر انگشت گذاشتم، الانم وارد میکنم. وارد بخش بعدی میشیم. بخش بعدی اینجا برامون نوشته بکاپ، یعنی اگر روی این بخش ما کلیک کنیم، این گزینه هاشم که مجاز بکنیم، این صفحه برای ما میاد. این صفحه تمام این در واقع کلمات انگلیسی که اینجا برامون از شماره 1 تا 24 برای ما نوشته شده، باید اینجا یک جایی یادداشت کنیم یا یه اسکرین شاتی چیزی ازش بگیریم و یه جایی یادداشتش کنیم، داشته باشیم. در واقع این کلمات خیلی مهم هستن. اگر که مثلا شما کیف پولتون گم کردین، میگم کیف پولتون در واقع برنامهش پاک شد، یا مثلا آیدیشو گم کردین یا هر چیز دیگه ای، آقا مثلا دستت خورد پاک شد، یا گوشیت فرمت شد، یا گوشیت مثلا رمزش یادت رفت مجبور شدی فرمتش کنی، یا هر چیز دیگه، آقا این کیف پول اگه از بین رفت، شما فقط با این 24 کلمه میتونین کیف پولتون رو برگردونین. خلاصه شرایطش اینه. اوکی، ما این 24 کلمه رو باید همیشه یه جای یادداشتش کنیم و بعد روی گزینه let's check میزنیم. let's check که میزنیم، اینجا از ما میخواد که 3 تا از کلمه هایی که کلمه شماره 14 و 15 و 19 رو اینجا وارد کنیم. مثلا ما اینجا الان یادمون نیست کدومه، به خاطر اینکه قبلا اکانت داشتیم و برامون مهم نیست فعلا این اکانت. خب الان 14 مثلا اگر ما یک کلمه اینجا وارد کنیم، مثلا H، اینجا کمکمون میکنه که داخل اون 24 کلمه‌ای که داشتیم یعنی چه کلمه هایی داشتیم داخل اون 24 کلمه که میتونه به ما کمک کنه. اگه مثلا انگلیسیمون زیاد خوب نیست، مثلا اون کلمه اینجا به ما کمک میکنه، یعنی این کلمات اینجا مینویسه که به ما کمک کنه که ما نخوایم مثلا 2 ساعت تایپ کنیم، یا مثلا انگلیسیمون خوب نیست غلط املایی داشته باشیم و این چیزا. خب ما با این بخش کاری نداریم و بعد که 3 تا کلمه رو نوشتین، روی گزینه کنتینیو رو میزنیم، میشه این گزینه. روی این گزینه میزنیم و بعد ادامه میدیم که الان من وارد نکردم. بعدش دیگه وارد بخش همین ولت خودتون میشین که این صفحه براتون میاد. این صفحه که براتون میاد، ما چند تا بخش داریم. تنظیمات، اینجا این گزینه که نوشته ولت تو، این الان ولت دوم منه که یعنی از اینجا میتونیم ولت های دیگه بسازیم. مثلا دوست داشتیم میتونیم کیف پول دیگه بسازیم. مثلا از اینجا گزینه ولت رو که انتخاب کنین، اینجا اد ولت میزنید و وارد همون بخشی میشید که من الان شده بودم داشتم کیف پول میساختم. در واقع یه بخش دیگه داره، تنظیمات. وارد بخش تنظیمات میشیم. از داخل برنامه تلگرام بازی همستر رو که باز کنیم، کیف پول مایتون ولت رو که اگه بهش وصل کنیم، از داخل تنظیمات کانکت اپس میتونیم ببینیم که چه برنامه هایی به کیف پول ما وصل شده. واردش میشیم. از اینجایی که میبینید همستر من به کیف پول مایتون ولت هم وصله و اگر روی دیسکانکت بزنم
این مایتون و از مایتون والت من وصلش خارج میشه و دیگه به هر شبکه‌ای که دوست داشتم میتونم وصلش کنم، به هر کیف پولی که دوست داشتم. و حالا اگر که دیدین همسترتون به کیف پول مایتون والت وصل کردین اما اینجا داخل کانکت اپس براتون هیچ برنامه‌ای ننوشته که بهش وصل شده یا همستر ننوشته که وصل شده، آقا بدونین که یه جایی از راه رو مثلا باگ خورده یا اشتباه رفتین یا هر چیز دیگه ای، از اول خلاصه امتحان کنین درست میشه. خب ما با این بخش هم دیگه کاری نداریم، میریم سراغ بخش اصلی. از اونجایی که موقعی که همستر تبدیل به توکن بشه برای ما اینجا می نویسه که ما چقدر توکن همستر داریم. در واقع به ما می نویسه که چقدر مثلا توکن همستر جمع آوری کردیم که بعد از اونجا لینکمون رو کپی میکنیم، لینک کیف پولمون که اینجا هست کپیش میکنیم که اگه روش بزنیم اینطوری برای ما میاد که کپی شده. اگر که کپیش کنیم بعد وارد صرافی دلخواهمون میکنیم. صرافی قطعا یه صرافی امنیت بالا انتخاب کنید که امنیت داشته باشه. صرافی الکی نرین انتخاب کنید که بعد نتونید توکن همسترتون رو به پول تبدیلش کنید و توکناتون همش حیف بشه. توجه داشته باشین به یه صرافی مطمئن برید و این آیدی رو کپی کنید و وارد صرافی کنید. توجه داشته باشید که قبل از اینکه اینا رو وارد صرافی کنید باید داخل یه صرافی اعراض هویت کرده باشید. اعراض هویت چطوریه داخل ویدیوی بعدی‌ها بهتون میگم که چطوری باید چی کار انجام بدید. حالا هر موقع که همستر داشت لیست میشد براتون یه ویدیو آماده میکنم که چطوری وارد صرافی بشین، صرافی رو چی کارش کنین، وارد کدوم صرافی بشین که مطمئنه و چیزای دیگه که مربوط به همستر میشه و کیف پولتون براتون آماده میکنم که به هیچ جای مشکل بر نخورین. و اینکه اینجا که کپی کردین خلاصه وارد صرافی میکنید و بعدش دیگه از صرافی اون ارزی که دلتون میخواد یا همون به دلار تبدیلش میکنید و دلار رو بعد وارد بخش تومن میشید و تومن تبدیلش میکنید و تمام میشه و میره و شما کشی پولی چیزی زدین به جیب، پول مفتی زدین به جیب. خلاصه خب بچه ها این بود از ویدیوی ما. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده بود حتما لایک کنید، این ویدیو رو واسه دوستانتون هم بفرستید که از من حمایت کنید و کامنت بذارید که نظراتتون رو بدونم چیه و واسه ویدیوهای بعدی من آماده تر باشم که بتونم ویدیوهای بهتری براتون بسازم در مرور زمان. میبینمتون تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.